امروز با معرفی نحوه تنظیم و محافظ ولتاژ جریان تک فاز پارس فانال در خدمتتون هستیم که تو دو مدل تک فاز 40 و 63 آمپر و سه فاز 63 آمپر ساخته میشه. یکی از محصولات به شدت با کیفیت بازاره، از شرکت داخلی پارس فانال هست، یکی از برندهای معتبر بازار برقمون هست. این محصول دارای دو تا صفحه نمایشه که صفحه نمایش بالایی مقدار ولتاژ رو نمایش میده، صفحه نمایشگر پایینی مقدار جریان رو نمایش میده. البته اینو میتونیم تو تنظیمات تغییر بدیم که اینا چی رو نمایش بدن. حالا جلوتر که بریم تو تنظیمات بهش میپردازیم که اینا رو چطور تنظیم کنیم که چی نمایش بدن. 4 تا چراغ این بغل هست که از بالا بخوایم توضیح بدیم. چراغ اول وقتی روشن میشه که ولتاژمون از حد تنظیممون بالاتر بره. چراغ دوم زمانیه که ولتاژمون از حد تنظیمیمون پایین تر بیاد. چراغ سوم از بالا زمانی روشن میشه که جریانمون از حد تنظیمیمون بالاتر بره. چراغ چهارممون هم که چراغ پاورمون هست که وقتی دستگاه روشنه چراغ روشنه. 4 تا کلید داریم اینجا که کلید سمت چپمون میشه کلید ست که کلید تنظیماتمونه. اگه 3 ثانیه نگهش داریم وارد تنظیمات میشه و هر جای تنظیمات 3 ثانیه نگه داشتیم تنظیمات رو سیف میکنه و خارج میشه. کلیدهای جهت بالا و پایینه و کلید خاموش روشنه که این دستگاه رو از همینجا خاموش روشن. ورودی دستگاه از بالاست و خروجی دستگاه از پایینه. تنظیمات دستگاه کلیدو که بگیریم وارد تنظیمات میشه. خب P1 زمان تأخیر در اصل هنگام روشن شدن رل است. حالا ما اینو 220 ثانیه انتخاب میکنیم. P2 مون تأخیر بعد از رفع خطا، یعنی هر خطایی که به وجود اومد چند ثانیه بعدش دوباره رله وصل بشه. اینو میتونین مثلا روی 40 ثانیه تنظیم کنین. P3 مون حد بالای ولتاژمونه. ما ولتاژمون باید 220 باشه، ولتاژ کاریمون. ما میایم اینو معمولا روی 240 تا 245 تنظیم میکنیم. P4 مون بازیابی ولتاژ حد بالاست. ما بالا رو 240 انتخاب کردیم. وقتی که ولتاژ برگشت رو 235 دوباره وصل میشه به صورت اتوماتیک بعد از گذشتن زمانی که تو P2 ما انتخاب کردیم. معمولا 5 ولت پایین تر از حد بالای ولتاژ میذاریمش. P5 مون حد پایین ولتاژه که پیشفرضش روی 170 میذاریم. P6 مون بازیابی ولتاژ تو حد پایینه که ما معمولا 5 تا بالاتر میذاریم از حد پایین ولتاژمون. وقتی که رو 180 قطع میکنه ولتاژ، وقتی برگرده رو 185 ولتاژ به صورت اتوماتیک وصل میشه. P7 که زمان تأخیر در خطای ولتاژه. P8 مون کالیبری ولتاژه. ما باید بیایم با مولتیمتر این بالا رو ولتاژ بگیریم و با ولتاژی که تو صفحه اصلی نمایش میده اینو کالیبره کنیم که معمولا این خودش کالیبره شده، نیاز به تغییر نداره. P9 مون حد بالای جریانمونه. جریان حد بالا رو ما باید هم اندازه فیوز بعد از کنتورمون بذاریم. اگه فیوز بعد از کنتورمون 50 ما میذاریمش اینم رو 50، اگه 25 میذاریمش رو 25. گزینه بعدی گزینه زمان تأخیر در حد بالای جریانه.
این میگه که وقتی که جریان از حد تنظیمی گذشت چقدر زمان بگیرم و قطع کنم. اینو ما باید طوری تنظیم کنیم که جاهایی که کولر اسپیلت 2 تیکه کولر گازی استفاده میکنن، به خاطر اینکه جریان اولیه بالایی دارن، باید یه جوری باشه که اون جریان اولیه رو نبینه. پس ما اینو باید حداقل 4 ثانیه بذاریم. ولی جاهایی که کولر آبی دارن و کولر گازی ندارن میتونن اینو تا 2 ثانیه هم بذارن. گزینه بعدی گزینه P11. این گزینه تو حالت پیشفرض رو حالت آفه و شما هم بذارین رو حالت آف بمونه. ولی در کل این گزینه رابطه مستقیمی با P16 داره. حالا رابطش به چه صورت؟ P16 همون ریست اتوماتیکه که به صورت پیشفرض روی آن هستش و اگه بعد از هر خطا به صورت اتوماتیک بعد از گذشت زمانی که ما تو P2 تنظیم کردیم خطا رفع شده و دستگاه به کار عادیش ادامه میده. ولی اگه ما بیایم تو P11 تعداد بدیم که مثلا ما بیایم روی 3 قرار بدیم و بریم P16 رو روی آف قرار بدیم، اون وقته که بعد از 3 بار خطا که به صورت اتوماتیک بعد از گذشتن زمانی که ما تو P2 انتخاب کردیم ریست شد، بعد از این 3 بار دیگه دستگاه خاموش میشه و ما باید حتما بیایم به صورت دستی اینو ریست کنیم که دستگاه به کار عادیش برگرده. گزینه بعدی گزینه P12 کالیبره جریانه. بهترین راه کالیبره جریان این با یه مولتیمتر فاز دستگاه رو بگیریم ببینیم چقدر جریان ازش عبور میکنه و با جریانی که روی صفحه داره نمایش میده مطابقت بدیم. اگه با هم تطبیق نداشتن اون موقع از داخل گزینه P12 جریان رو کالیبره کنیم. P13 کالیبره فرکانس که معمولا اینا نیاز به تغییر ندارن، خود دستگاه کالیبره هست، کالیبره خوبی داره. P14 حفاظت از خاموش شدن سریع که موقع خاموش شدن میاد حفاظت میکنه که سریع خاموش نشه، بعد از گذشته یه تأخیری خاموش بشه که این روی همون پیشفرض آن بمونه بهتره. P15 3 تا گزینه داره. گزینه اولش گزینه استانداردشه که شما وقتی رو حالت استاندارد بذاری صفحه بالایی به صورت پیشفرض ولتاژ نشون میده، پایینی جریان رو نمایش میده. وقتی که P15 رو ما بیایم رو گزینه 2 قرار بدیم حالت دستی میره. الان صفحه بالایی آ رو نمایش میده، صفحه پایینی مقدار جریان رو نمایش میده. ما با هر کدوم از جهت‌های بالا و پایین میتونیم بالایی رو تغییر بدیم. من الان جهت پایین رو بزنم بالایی H میشه و پایین فرکانس رو نشون میده. اگه بالا رو بزنم دوباره آ رو نشون میده بالا، پایین جریان رو نشون میده. یه بار دیگه بالا رو بزنم بالا یو نمایش میده، پایین ولتاژ رو نمایش میده. پس این حالت دستی میشه. اگه ما بیایم P15 رو بذاریم رو گزینه 3 خب ما P15 رو گذاشتیم رو حالت 3 و اینجا به صورت چرخشی آ رو نمایش میده، پایین جریان، بعد از چند ثانیه بالا یو نمایش میده، پایین 218 ولتاژ نمایش میده، H پایین فرکانس نمایش میده، آ جریان نمایش میده و ولتاژ نمایش میده. پارامتر بعدی P16 هست که قبلا در موردش صحبت کردیم، رابطه مستقیمی گفتیم با P11 داره که همون ریست اتوماتیک خطاه که ما معمولا میذاریم روی همون آن بمانه. گزینه بعدی
P17 که عمل کرده دستگاه که دستگاه کار کنه یا نکنه، که اونم به صورت پیشفرض روی آنه. گزینه بعدی P18 که حالت صرفه‌جویی در انرژی، پیشفرض روی آف، ما هم میذاریم روی آف بمونه. گزینه بعدی P19 که از P19 شما میتونیم به دستگاه پسورد یا رمز عبور بدین. یه نکته‌ای که در مورد این دستگاه باید بگم اینه که این دستگاه زمانی که تغذیهش DC باشه، یعنی شما در شبکه DC بخواین ازش استفاده کنین، دیگه مقدار جریان رو بهتون نمایش نمیده، فقط مقدار ولتاژ رو بهتون نمایش میده. اینم خدمت دوستان بگم که معمولا همون 10 تا پارامتر اول واسه تنظیم کردن کافیه و نیازی نیست که سراغ پارامترهای 11 تا 19 بریم. امیدوارم که تونسته باشم با این کلیپی که گرفتم کمکی به دوستان و هموطنان عزیزم کرده باشم. وقتتون بخیر، خسته نباشید.